درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یک خودروی تیگو 7 مدل 1400 کارکرد 45000 کیلومتر با موتور 1.5 لیتر توربوشارژ در خدمت شما است. این موتور نیاز به بنزین با اکتان بین 95 تا 97 داره، ولی در حال حاضر بنزین معمولی داخل باکشه. ناک بدجوری میزنه. میریم در ادامه صدای اون رو بشنویم و در خدمت شما باشیم. یه میکروفون کار گذاشتیم تو موتور که صداشو خوب بشنویم با هم. آقا ناکو شنیدین؟ اون عزیزانی که این صدا رو زیاد شنیدن ولی نمیدونن چیه، این همون ناک کشنده‌ای که معروفه. میریم حالا با هم دیگه پمپ بنزین میزنیم، یه مکمل خوب و با کیفیت هم به سوخت اون اضافه میکنیم. معجزه‌اش رو همین مقداری که از پمپ بنزین خارج شدیم با هم دیگه بررسی میکنیم. خب دوستان، بنزین زدیم، مکمل هم اضافه کردیم. بریم یه کوچولو دور بزنیم و ببینیم که وضعیت ناک به چه شکلی در میاد. خب عزیزان، همونطور که دیدین ناک به طور کامل از بین رفت. اینجاست که به شما میگیم که سوخت خیلی مهمه، عدد اکتان سوخت مهمه، موتورهای جدید حساسن، دلیلش همینه. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع باشه. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون باشه.